شما بینندگان عزیز تلویزیون آپادانا اینترنشنال در هر نقطه این کره خاکی که می توانید تصویر ما رو بگیرید و صدای ما رو بشنوید، وقتتون بخیر. فرامرز فروزنده هستم و امروز برنامه‌ساز جانشین آقای ستار دلدار هستم و ایشون این موافقت رو کردن که برنامهشون رو امروز بنده اداره بکنم. برای بنده هم بسیار جای خوشحالی است که امروز در این برنامه فوق‌العاده میهماندار و میزبان یکی از سرآمدان جامعه روشنفکری ایران که شاید در جهان بیش از ایران شناخته شده است هستم. مردی از تبار روشناندیشان و روشنفکرانی که همواره حرفی برای گفتن داشتند. مردی که سالهای درازی رو در اندیشه بهروزی سرزمینش سپری کرده است و آثار قلمی او متعدد است و همانطور که گفتم در جامعه فرهیختگان غیر ایرانی مطمئنم به مراتب شأن و ارزش او بیشتر شناخته شده است. اما علی رغم سالها دوری از وطن، علی رغم داشتن داغ‌های بسیار شدید بر دل و داغی بسیار تأثیربار که هنوز عادت کردن بهش دشوار هست، این مرد همه دانش و همه اندیشه خودش رو در خدمت سرزمین اهورایی خودش ایران گرفته است و در آستانه جشن 80 سالگی عمر خودش هنوز به ایران میاندیشه و برای ایران می نویسه. خانم ها، آقایان، افتخار من این است که در این لحظات فریدون هویدا، جناب فریدون هویدا رو در استودیوی آپادانا اینترنشنال دارم. سلام و خوش آمدید. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم که دعوت من رو قبول کردید و امروز تشریف بردید. خیلی من خوشبختم که اینجا هستم با جناب عالی. خیلی ممنون. صدای آقای هویدا کافی هست؟ لولش پایینه. استدا میکنن که اگر ممکنه قدری بلند، البته شروع که بکنیم احتمالاً بلندتر خواهد شد، وگرنه میتونیم یه میکروفون رومیزی هم اضافه کنیم. بینندگان عزیز، آخرین اثر جناب فریدون هویدا اثری است به نام دو شاه و دو آیت الله، اسطوره ایرانی و انقلاب اسلامی. اسطوره ایرانی و انقلاب اسلامی، دو شاه و دو آیت الله. قبل از اینکه به تحلیل جناب هویدا در این کتاب برسیم و نگاهی داشته باشیم به برداشت‌های ایشون از داستان انقلاب و به خصوص به فصل پایانی این کتاب برسیم که فکر میکنم برداشت‌های جناب هویدا برداشت‌هایی است یگانه و در نوع خودش بی‌نظیر. من یک سوال دارم از آقای هویدا که اصلا مربوط به این بحث نیست، ولی مایلم این سوال رو از آقای هویدا بکنم. شما در پشت صحنه، در پشت سر من و آقای هویدا، تصویر ایام کودکی آقای فریدون هویدا و شادروان امیر عباس هویدا رو می‌بینید. آقای فریدون هویدا روی صندلی نشستند و امیر عباس دست برادر کوچکتر رو گرفته. اولین سوالم، نمیتونم از این سوال بگذرم. بفرمایید. آقای هویدا، به نظر شما تاریخ ایران در آینده از هویداها چگونه یاد میکنه؟ جواب این مشکلی برای منده، برای اینکه باید آدم سنش اجازه بده که در آینده باشه و ببینه.
ولی همیشه شاید یک لحظاتی به این رسیدید، چون شما و برادرتون تمامی عمرتون رو گذاشتید بر سر ایران، جریانات روشنفکری ایران، برادر وارد مسائل سیاسی و اجرایی کشور شد. درباره برادرم خیال میکنم که مردم ایران خیلی کنجکاو خواهند بود، برای اینکه 15 سال در سیاست و در حکومت بود و مردم خیلی افکار متفاوتی دربارش شنیدن. شما خودتون ببینید این کتابی که آقای میلانی مرقوم کرد و منتشر کرد، بله، معمای هویدا، ببینید چقدر اثر گذاشت. کتاب رو میپسندید؟ کتاب از لحاظ مطالب درسته، ولی از لحاظ نظریات آقای میلانی نظریات خود آقای میلانی است. من همیشه به تمام مردمی که از من چه درباره این کتاب چه درباره صحبت‌های دیگه‌ای که درباره برادرم شده و مقالات و کتاب‌های دیگه‌ای که نوشته شده که بعضیاش واقعا مزخرفه، همیشه جوابم اینه که برادرم 15 سال تو این سیاست بوده، بنابراین مردم ایران حق دارن هر نظری که میخواهن داشته باشن دربارش و بیان کنن. و بنده هیچ ناراحت نمیشم اگر انتقادی بشه یا ایرادی گرفته بشه. اون چیزی که در کتاب آقای میلانی هست اینه که مطابق اصول علمی و فرهنگی بیوگرافی نویسی این کتاب رو درست کرده، یعنی مآخذ پیدا کرده، زحمت کشیده، با بیش از 100 نفر مصاحبه کرده و از تمام این مطالب یک کتابی در آورده. در صورتی که کتاب‌های دیگه‌ای که درباره برادرم نوشته شده بود در ایران بعد از انقلاب به وسیله عمال خمینی و سیستم هیچ مأخذی نداشت و بی اساس بود. خیال میکنم این کتاب آقای میلانی باقی خواهد موند و امیدوارم که محققین دیگه کتاب‌های دیگه نه فقط تکمیل کنن، کتاب‌های دیگه بنویسن راجع به جنبه‌های دیگه زندگی برادرم و سیاست‌هایی که در ایران اجرا شده. ببین اتاق فرمان، من فکر میکنم که یه ترتیب بدید که شاید دوربین صورت آقای هویدا رو کامل بتونه بگیره. من فقط صورت ایشون رو به صورت نیم رخ دارم. خب این در مورد برادر. بله. حاصل عمر شما چی بوده؟ جوابی ندارم. بسیار خوب. من به یکی از امروز اجازه بفرمایید که به یکی از در واقع خرمنهای حاصل عمر شما بپردازم. بفرمایید. و همون کتاب دو شاه، دو آیت الله و اسطوره ایرانی و انقلاب اسلامی. برای این آخرین کتابمه و این کتاب رو نوشتم برای اینکه مدت‌ها برای خود بنده مطالبی بود در این اتفاقاتی که در سالهای 1978 و 79 در ایران پیدا شد، نکاتی بود که برای خود من مرموز بود. مثلا قبل از اینکه شروع فرمایید، فقط به من قبلا گفتند که شما امشب در دانشگاه استنفورد در یک جلسه جدال بین سنت و تجدد و مدرنیته در ایران در پنلی حضور دارید در ساختمان 420 اتاق 40 دانشگاه استنفورد ساعت 6:30 بعد از ظهر که علاوه بر جناب عالی دکتر عباس میلانی، آقای دکتر بهنام تبریزی، تریتا پارسی هم حضور دارند و خانم لیلی صرافان در واقع سازمان دهنده این جلسه هستند.
اما وقتی من استدعا کردم و واقعا شگفت زده شدم که شما پذیرفتید که این تشریف بیارید امروز با اینکه هنوز خسته هستید و دیشب از راه رسیدید، به من گفتن که فقط در مصاحبه آقای هویدا رو خسته نکن، چون ایشون باید انرژی داشته باشه برای امشب. اگر از من بپرسید، من دست از دامن شما بر نمیدارم برای اینکه چیز یاد میگیرم. اختیار دارید. اما بنابراین زمانی که خسته شدید بگید فکر میکنم که بقیه این حرفا رو بذاریم برای جلسه بعد. یعنی شما در واقع زمان رو ببرید جا. از بنده نپرسید، از کسی که پشت دوربینه بپرسید و اون چون قیافمو میبینه ملتفت خواهد شد که خسته شدم. بسیار خوب. بنابراین میخوام بگم که مطلقا حاضر نیستم که شما خسته باشید، ولی مایلم، چون میدونم که این یک فرصت یگانه است و این مصاحبه خواهد موند و در الان صدای ما رو و تصویر ما رو حتما در ایران میبینن و برای عده بسیار زیادی این یک فرصت یگانه است که فراهم اومد. من استم. بله، ببین نکاتی بود که روشن نبود. مثلا وقتی در 1978 امریکایی‌ها و انگلیس‌ها فشار آوردن که خمینی برگرده ایران، نمیدونم به خاطر دارید؟ بله. خمینی رد کرد و گفت تا اینکه شاه در ایران باشه من نمیام، شاه باید بره. امریکایی ها و انگلیس ها اصرار کردن، فشار آوردن. آقای سفیر نخست وزیر انگلیس، نه که شاه معین کرده بود، بختیار و کسانی اطرافیان شاه توصیه کردن به شاه که ایران ترک کنه. خمینی فوری برگشت. همون روزی که برگشت تقاضا کرد که شاه برگرده به ایران. اصلا این یک تضادی است. اول گفت شاه بره، به محض که خودش اومد شاه برگرده. صحیح. چطوری شما اینو توصیف میکنید؟ هیچ کسی نتونست به عقیده بنده یک توصیف درست عمومی بده. بنده خیال میکنم که اگر به اسطوره های قدیم ایران رجوع کنیم که به عقیده بنده این اسطوره ها زنده است و تأثیر اساسی داره در مغز و رفتار مردم، میفهمیم چرا خمینی این تضاد رو میتونیم بیان کنیم. بله میتونیم بیان کنیم. چرا؟ برای اینکه خمینی اگر در زمان که شاه ایران بود برمیگشت، به عنوان یک فرد ایرانی می آمد. در ایران از قدیم الزمان تا هنوز امروز زمامدار مقام پدری ملت رو داره و اگر خمینی اون موقع برمیگشت، شاه هنوز روی تخت سلطنت نشسته بود و بنابراین اگرچه ضعیف شده بود هنوز پدر ملت بود. شاه. خمینی حالت فرزندی پیدا میکرد و نمیتونست موفق بشه در انقلابش. اینه که گفت شاه بره. شاه که رفت، خمینی با اون قیافه مخصوص خودش از آسمان پیاده شد، با بوئینگ نازل شد واقعا و فوری مقام پدری پیدا کرد. یعنی بلافاصله جای خالی شاه رو پر کرد و پدر ملت. یعنی ما هیچ وقت یتیم نشدیم. بله.
ولی یک مدتی بود که مردم ناراحت بودن که ممکنه یتیم بشن. چون شاه ضعف نشون میداد از خودش و پدر ایرانی نباید ضعف نشون بده. مدل پدر ایرانی اونم در اسطوره هامونه، رستم، آدم قوی و کسی است که تا اونجایی که پسر خودشو البته بدون اینکه مرتبط باشه میکشه. و شما اگر به زمامداران ایران در تاریخ و به خود آقای خمینی توجه بفرمایید میبینید که خیلی از بچه هاشونو میکشتن و آقای خمینی هم دست کمی نداشت، بلکه حتی بیش از محمد رضا شاه فرزندان ایرانو کشت. قابل مقایسه نیست از نظر. ولی قابل مقایسه، ولی اصل اینه که پدر و اگر به جامعه ایران هم نگاه کنید میبینید که این صفت رستمی که من اسمشو گذاشتم پدر سالاری، این پدر سالاری حتی در خانواده های عادی هم وجود داره. پدر همیشه یک مقام محترمی داره و بچه ها در مقابلش سر فرود میارن. من خودم دیدم که در خانواده ها فرزندان، حتی اونایی که به سن بلوغ رسیدن، در مقابل پدرشون جرئت نمی‌کردن سیگار بکشن مگر اینکه پدر بهشون اجازه بده. براتون یک داستان تعریف کنم. تازه وارد وزارت خارجه شده بودم و قوام السلطنه نخست وزیر شد بعد از قضیه آذربایجان. و من تو وزارت خارجه بودم. چون قوام السلطنه پدر منو میشناخت و خودش هم وزیر متصدی وزارت خارجه بود، گفته بود که من پرونده های وزارت خارجه رو طرف ظهر ببرم محل نخست وزیری که اون موقع سفارت آلمان در شمران بود. و من یادم یک روز با پرونده ها رفتم و پیش خدمت گفت آقا فرمودن برو تو اتاق هیئت وزیران تشکیل شده بود. در اون موقع هم اگه خاطرتون باشه 3 وزیر توده‌ای هم در کابینه بودن که یکیشون رو میشناختم، ایرج اسکندری، چون از لحاظ مادرم فامیل بود. یک موقع دیدم که ایرج اسکندری سیگار در آورد و میخواست آتیش بزنه. قوام السلطنه اخماش رو تو هم کرد و وزرای دیگه هم همینطوری به طرفش نگاه کردن و این یک مرتبه ناراحت شد، سیگار رو گذاشت زمین. ملاحظه می‌کنه؟ این مقام پدری در ایران. و شاه مقام پدریشو از دست داد چون خارج شد از ایران، مملکت رو ترک کرد در یک موقع اشکال و خمینی اومد جاشو گرفت. این اسطوره رستم که از روش من این اصطلاح پدر سالاری رو درست کردم، این در تاریخ ایران اصلا همه جاش دیده میشه. هنوز امروز تمام این جنبش های اپوزیسیون چه در داخل ایران چه در خارج رهبر میخوان. هی دنبال رهبر میگردن. این یکی از مسائلی است که میشه فهمید که چطور شد که خمینی خواست شاه بره و بعد خواست شاه برگرده که به عنوان پسر برگرده و محاکمش کنه. به عنوان پسر برگرده که حالا که اون که در مقام پدر هست شاه رو محاکمه کنه و بکشه. این یکیست. یک موضوع دیگه هم هست که من در سال 1980 در نیویورک نشسته بودم. یک دوست روزنامه نویس فرنگی ایران رفته بود
و نیویورک اومده بود برای یک مسئله مربوط به امریکا و آمد دیدن من و صحبت داشتیم میکردیم از وضع ایران، چون ایران رفته بود. گفت والا من یک چیزی رو نمیفهمم، مثلا برای من خیلی مشکله که بفهم. خیال میکنم شما ایرانی‌ها اصلا دیوانه هستید. گفتم چطور؟ گفت آقا شما ایرانی‌ها بدون اسلحه با دست خالی قیام کردید بر علیه یک دیکتاتور و بر انداختیدش شاه و بیرونش کردید. فوری بعدش سجده کردید در مقابل یک دیکتاتوری خیلی بدتری. دیوانه هستید؟ بهش گفتم نه آقا، ایرانی‌ها دیوانه نیستن. ایرانیان اسیر سنت‌های خودشون هستن و براش توضیح دادم این موضوع پدرسالاری. گفتم شما خیال میکنید که در 1978 انقلاب برای دموکراسی بود در ایران؟ گفتم یک چند عدد آدمان تحصیل کرده و احزابی مثل جبهه ملی و نویسندگان و غیره میخواستن که دیکتاتوری از بین بره و به جاش حکومت مردمی بیاد سر کار. ولی عمده مردمی که تو خیابونا بودن میدیدن که شاه ضعیف شده و بعدم ولشون کرده و رفته، یتیم شده بودن، پدر میخواستن، دنبال یک پدر دیگه. خمینی آمد که خلای بی پدری رو آمد و پر کرد و ظاهراً خوبم پر کرده. خوبم پر کرده به طوری که حالا همه پشیمونن. ولی همین که حالا همه پشیمونن ما میبره به یک اسطوره دیگه ایران که از بچگی برای ما هی تعریف میکنن و اون داستان جمشید و ضحاک. اگه به خاطر داشته باشین این داستان که در فردوسی به طور خیلی قشنگ و زیبا توضیح داده شده و بنده نمیتونم با اون اصطلاحات زیبای فردوسی اینو براتون تعریف کنم، ولی به طور عامیانه داستان خیلی ساده است. آهورامازدا یعنی خداوند از مردم ناراضی است چون کارهای بد میکنن. نور رو از زمین پس گرفته بود. اگر به اسطوره های خودمون و مذهب زرتشتی رجوع کنیم، نور مهمترین چیزه. وقتی نور رو میگیرن تاریکی میاد و در تاریکی اهریمن عامل اساسی میشه. یک روزی جمشید میرسه به تخت سلطنت و شروع میکنه به اصلاحات به نفع مردم. آهورامازدا خیلی خوشحال میشه، خیال میکنه مردم واقعا تغییر اساسی پیدا کردن. نور رو پس میفرسته و ایران بهشت میشه رو زمین. در اواسط سلطنتش جمشید دوری به ایران مسافرت میکنه و میبینه که واقعا همه چیز درسته، مردم راضی‌اند، اصلا بهشت. و پیش خودش فکر میکنه من این کارا کردم. مردم رو جمع میکنه و میگه شما باید منو عبادت کنید چون این چیزا من به شما دادم. آهورامازدا اینو که میشنوه میگه اینا که عوض نشدن. نور رو دوباره پس میگیره. آقای اهریمن با عجله برمیگرده، ضحاک رو میندازه جلو که بره جانشین جمشید بشه. به محض اینکه ضحاک موفق میشه و روی تخت میشینه، اون دو ماه رو در کتفاش به وجود میاره و میگه باید به اینا هر روز مغز یک جوان مردی رو بدی و الا گازت میگیرن. چرا این کارو میکنه اهریمن؟ برای اینکه تجربه جمشید تکرار نشه که این حاکم ظالم دیگه به نفع مردم کاری نکنه.
مردم هم خب یک مرتبه میبینن چی رو از دست دادن و کی آمده به جاش و کی آمده به جاش، تو سر خودشون میزنن و هی دعا میکنن و استدعا میکنن از خداوند که براشون یک نجات دهنده‌ای بفرسته. بقیه داستان هم همه میدونن، چون این یک داستانی است که از بچگی برای همه تعریف میکنن و من خوب به خاطر دارم که زمان جنگ بین الملل دوم وقتی یک دور ایران گشتم دیدم در دهاتم با اینکه همه بی سواد بودن مادرها این داستان رو تعریف میکردن برای بچه ها و ضمناً نقال ها. شما میخواید بفرمایید که این دو داستان و این دو اسطوره که پایه های تربیتی ما ایرانیان رو تشکیل میده در این اندیشه پدرپرست، پدرپذیر، پدرسالار نقش اساسی داره. نقش اساسی داره و اگر به تاریخ ایران نگاه کنید میبینید تاریخ ایران تکرار همین دایره است. یک پادشاهی میاد کارهای خوبی میکنه، یک مرتبه غرور برش میداره و خراب میشه. خب اگر آقای هویدا اینطور هست، آیا در همین اسطوره‌های ایرانی که پایه‌های تربیتی ماست هست داستان‌هایی که برخلاف این باشه، مردم سالاری، با مردم بودن، با جمع بودن بله هست، ولی جامعه ما کسانی که در حکومت بودن، چه مذهبی و کسانی که در بالا بودن، چه مذهبی چه غیر مذهبی، مانع می شدن که این داستانهای دیگه ترویج پیدا کنه در طفولت. برای اینکه این اسطوره ها اصلا که میگم اثر داره در زندگی مردم، به این علته که در بچگی به مردم تلقین میشه و الا اگر در سن بلوغ و بعد این داستان رو بخونن اون اثر رو درشون نمیذاره. در بچگی این میره توی مغزها. و داستانهای دیگه هست و من یکی از مسائلی که تو این کتاب اشاره میکنم تو فصل آخرش و در مقاله هایی که دارم نوشتم و دارم می‌نویسم خیلی روش بیشتر تأکید میکنم، اینه که از خودم سوال میکنم که چرا قانون اساسی 1906 هیچ وقت اجرا نشد، با اینکه همه زمامداران و تمام مردم احترام خیلی زیادی به این قانون میذارن و هر سالم جشن گرفته میشد، جشن مشروطه. چرا؟ و علتش رو حقیقتا به شما عرض کنم اینه که میگن این شاه هایی که قسم خوردن در موقع رسیدن به سلطنت که قانون رو اجرا بکنن خیانت کردن و اجرا نکردن. این درست نیست. برای که شما این نگاه کنید به تاریخ میبینید که نه احمد شاه، نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه خیانت نکردن. درسته که اجرا نکردن. از خودتون که میپرسید چرا، خیال میکنم که منطقی ترین جواب اینه که قابل اجرا نبود، نمیخورد به وضع مملکت. چون در دهات که میرفتید، دهات در دست زمینداران بزرگ بود. در قسمت‌های مذهبی که میرفتید آخونده حکومت میکردن. در تمام جامعه پدرها حکومت میکردن، پدر سالاری بود. بنابراین نمیخورد این اصول دموکراتیکی که مشروطه خواهان انقلاب 1905 برداشته بودن قانون اساسی بلژیک رو ترجمه کرده بودن و یک چند تا نکته هم که اضافه کرده بودن برای وضع مذهب و اینا. خب این نمیشد. من این عقیدمه. من خیال میکنم برای اینکه مردم اصول دموکراتیک رو بعد از 3000 سال حکومت‌های دیکتاتوری و
شدید بتونن قبول کنن، باید ما پایه‌ای در فرهنگ خودمون داشته باشیم، پیدا کنیم برای این اصول دموکراتیک و یک قانون اساسی بنویسیم که بنا شده باشه این پایه‌ها رو این پایه‌هایی که مردم میفهمن. من برای شما دو نمونه این پایه‌ها رو دو نمونه میدم. یکی اسطوره کیخسروست. اسطوره کیخسرو که به طور خیلی قشنگی در فردوسی شاهنامه اومده. اسطوره کیخسرو اینه که کیخسرو یکی از پادشاهان فوق العاده عادل و موفق بود و مردم همه ازش راضی بودن. یک مرتبه در ابهت خودش، در اوج کار خودش مردم رو جمع میکنه و میگه من میرم یکی دیگه رو باید جای من بذارم. کنارگیری از قدرت. بله. در اوج قدرت. در اوج قدرت. و مردم خیلی اصرار میکنن که نه شما باید بمونید و اینا. میگه نمیشه، اگر بمونم بیشتر اشتباهاتی خواهم کرد که اون وقت شما هم ناراضی میشید و خداوندم ناراضی میشه. موقعشه حالا که من برم یکی دیگه بیاد. این یکی از اصول اساسی دموکراسی است، محدود کردن زمامداری و اینو ما داریم توی اسطوره‌های خودمون، اما کمتر بهش میپردازیم. اینو باید از بچگی این اسطوره رو تعریف کرد برای بچه‌ها به جای یا همردیف داستان رستم و داستان جمشید و اینا. اینم حالا یک داستان دیگه ای داریم که اونم حتی قوی تره از این و اون سیمرغه. حالا شیخ عطار بله منطق الطیر. بله 30 تا مرغ راه میافتن که برن سیمرغ رو پیدا کنن مطابق همون اصول ایرونی که باید پدر رو پیدا کرد و پدر سالاری بکنی. بله. با زحمتی میرسن به مقر سیمرغ و میبینن هیچ چیزی اونجا نیست. بله. و در موقعی که اینا نشستن و دارن خیلی ناراحت شدن، یک مرتبه یک صدایی میاد و بهشون میگه مگر خودتون 30 تا مرغ نیستید؟ نه به پدری احتیاج دارید نه به رهبر، خودتونید. این داستان خیلی مهمه از لحاظ دموکراسی. پس اگر من درست نتیجه بگیرم، شاید یکی از کارهایی که فرهیختگان ما، صاحبان اندیشه ما در پیش روی دارند، اونا که اعتقاد راستین به نهادینه کردن دموکراسی در ایران دارن، این است که ما باید برگردیم به خودمون، در اسطوره هامون، در اون چه که در فرهنگمون داریم یه نگاه دوباره بکنیم و این بخشا رو در بیاریم و بذاریم تو اساس. ولی البته با توجه به پیشرفت دنیا. باید ما ببینیم که پیشرفت‌های مثبت که یکیش دموکراسی است در دنیا، اینا چیه و چجوری اونا پیاده کردن و برای اینکه اینا بیاریم نباید تقلید بکنیم، باید به اصطلاح روح دموکراسی رو بفهمیم و بگردیم توی فرهنگ خودمون پایش رو پیدا کنیم و این چیزها رو سوار کنیم رو این پایه. صحیح. حالا جوابی داد. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب اگه بخوایم، ما الان در یک حکومتی هستیم که مطابق اون چه که شما فرمودید و هست یک نظام پادشاهی که درست دیکتاتوری بود ولی تفکرش نگاه به غرب داشت، غرب رو میشناخت، از غرب هم لااقل پیشرفت‌های اقتصادی اجتماعی غرب رو میشناخت. عوامل و کارگزاران حکومتش کسانی بودند که با غرب آشنا بودند، با اندیشه غرب آشنا بودند. خب اون که نتونست. الان همینجا من قطع میکنم صحبتتون رو و یک چیزی میگم. درست نبود. چی درست نبود؟ طرز تفکر محمد رضا شاه
و طرز تفکر نسل بنده که به اصطلاح تکنوکرات ها بودن، تحصیل کرده ها و سعی کردن، یعنی حتی برادر خودتون رو شامل میکنی. هممون تو این غلطک پدرسالاری افتادیم. یعنی رفتیم که این فکر این نسل چی بود که اگر چی میگم اگر زمینه اقتصاد درست کنیم خود به خود دموکراسی میاد. یعنی یک تفکر اگرچه مارکسیست نبودن یک تفکری که زیربنای مارکسیستی داشت. بله، این تفکر در تمام دانشگاه‌های که در خارج بود تفکر حاکم روز بود. هم بله اون زمان بود که اقتصاد مهمترین عامله. زیربنا اگه درست کنید روبنا هم درست میشه. رفتیم دنبال این کار و چرا؟ برای اینکه من خوب یادم میاد بحثایی داشتم با حسن علی منصور و وقتی می آمد اروپا، من اون زمان اروپا زندگی میکردم و با دوستان خودم مثل مجید رهنما و تمام کسان دیگه، حتی دست چپی ها تمام این بود که بله فرصتی پیش اومده. امریکایی ها فشار آوردن، امریکایی ها یعنی کندی در اون زمان فشار آورده که ایران باید اصلاحات اساسی بکنه. شاه هم قبول کرده. ولی خب این اصلاحات اساسی رو نمیتونه با سیاستمدارای سنتی انجام بده، چون اونا نمیخواد. یه تیم تازه میخواد. تیم تازه و این تیم هم باید تحصیل کرده ها باشن. تحصیل کرده ها اون زمان بعد از کودتای 28 مرداد خیلی هاشون نمیخواستن و بحث بود. من خوب اون زمان پاریس زندگی میکردم، تمام این دوستان که میامدن و میرفتن همش بحث این بود که قبول بکنیم همکاری کنیم با شاه یا قبول نکنیم. یک عده‌ای که اکثریتشون بود که جزش هم برادرم بود و حسن علی منصور بود و تمام اینایی که وزیر شدن و وکیل شدن، اینا میگفتن نه آقا باید از این فرصت استفاده کرد. این اولین باری است که برای اینکه ما در مقابل این دو ابرقدرت نمیتونیم شاهو بیرون کنیم و دموکراسی بیاریم. جنگ سرد بود، امریکایی‌ها میخواستن شاه نگه دارن، شوروی‌ها تجربه آذربایجان و کردستان هنوز در مخیلشون بود. اینه که قبول کردن و رفتن و انصافاً هم کار حسابی کردن. در ظرف 15 سال یک زیربنای اقتصادی عجیبی در ایران به وجود اومد که واقعاً تجدد درش وجود داشت و اگر این زیربنا نبود عراقی ها در ظرف یک هفته ایران رو شکست داده بودن. در 1980 وقتی حمله کردن این زیربنا باعث شد که ایران تونست مقاومت بکنه. این کار کردن ولی تو این فاصله خودشون افتادن توی این چی میگن قالب پدرسالاری و شروع کردن رفتار با شاه و مثل یک رفتار با پدر. شاه هم خودش میخواست پدرسالاری ترغیب میکرد و بله اگر یادداشت‌های علمون بخونید میبینید اصلا غرور ورش داشته بود. خیال میکرد که در دنیا کسی به اندازه فهم و شعور ایشون وجود نداره و این جشنای 1970 جشنای تخت جمشید رو برپا کرد. شما ببینید اینه که اینطور شد و در نتیجه نشون میده که ما تنها نبودیم. نسل قبل از ما رفتن با رضا شاه همین کارو بکنن، اونا هم دوچار همین شدن، همین مشکل شدن. نسل مشروطه طلبان اونا هم رفتن، اونا هم دوچار همین مشکل شدن. بنابراین
موقعش رسیده که حالا یک فکر دیگه ای بکنیم. و من وقتی به خیلی ها میان سراغ من از جوونا و از حتی از ایران خیلی ایمیل برای من میاد، آدمایی که نمیشناسم، ولی اونا شما رو میشناسن و با افکارتون آشنا، میخوان از من چیز بپرسن، توصیه هایی بکنم. من همیشه میگم آقا درسته که رژیم خمینی و آمدن خمینی یک بلوای بزرگی بود و واقعا ما برد به عقب، ما در حقیقت ما برد به سالهای 1930 در زمانی که ایران هنوز زمینه کلیش ملوک طوایفی بود، ولی رضا شاه یک چند تا زیربناهایی ساخته بود، دانشگاه، شهربانی، شهرداری، دانشگاه و ولی خمینی ما برد به اون زمان. خیلی از چیزایی که ساخته شده بود نتونست خراب کنه و از بین ببره. منتها ملوک طوایفی و خرافات مذهبی رو دوباره رشد داد. بنابراین برای اینکه ما برگردیم در واقع در دوران پایان شاه شما می‌فرمایید که شاه از حالت پدری آمده بود کنار، معنیش این است که زمینه‌های رشد دموکراسی در ایران فراهم شده بود. اگر در سال 1976 اصلاحات اساسی سیاسی انجام گرفته بود، امروز ایران جزو کشورهای مترقی دنیا می بود. منتها اون موقع شاه حزب رستاخیز رو ساخت، به جای اینکه احزاب آزاد کنه و خودش کنار بره و این ولی اون چیزی که من به این جوونا به اینا توصیه میکنم اینه، میگم آقا این رژیم اسلامی واقعا ایرانو به عقب برد. حالا ولی در این اتفاقات یک چیزی رو ثابت کرد که مثبته و اون اینه که میشه سنت رو تغییر داد. جمهوری درست کرد در یک مملکتی که 3500 سال تنها رژیمی که میشناخت رژیم پادشاهی بود. آب از آب تکون نخورد، مردم ناراحت نشدن. بنابراین من میگم میشه سنت رو عوض کرد. آیه اجازه فرمایید یه سوال ازتون کنم. جمهوری رو عوض کرد یا نوع دیکتاتوری و پدر عوض شد؟ نه چیز عوض شد. سنت حکومتی که پادشاهی بود جمهوری شد. بنابراین میشه. ضمناً میگم آقا موقع دنیا هم عوض شده. دنیای امروز با دنیای حتی 10 سال پیش تفاوت اساسی داره و بنابراین شما نباید به گذشته نگاه کنید، باید به آینده نگاه کنید و ببینید که در این دنیای امروز این حرف همه به اپوزیشن ها جوون و غیر جوون، خارج و داخل، شما باید ببینید که در این دنیای جدیدی که پیش اومده احتیاجات مردم ایران و بزرگداشت ایران چطوری میشه تأمین بشه و بنابراین باید کاملا یک چیز جدیدی درست کنید. آقای هویدا، شما برادرتون بین سیاستمداران دوران پادشاهی یه ویژگی های خاص خودش رو داشته که او رو از بسیاری از نخست وزیران دوران شاه متمایز میکنه. اون خصوصیتی که من تشخیص میدم در زنده یاد شادروان امیرعباس هویدا که او رو ممتاز میکنه، شادروان هویدا متعلق است به جریان روشنفکری ایران. یعنی یک روشنفکر ایرانی است
که وارد سیاست‌های اجرایی میشه، وارد کار اجرایی مملکت میشه و نخست وزیر کشور میشه. هویدا با دنیای سیاست آشناست، هویدا با ادبیات سیاسی آشناست و هویدا در ذات خودش یک آدم دموکراته. وقتی به خود فریدون هویدا نگاه میکنید و امیر عباس هویدا نگاه میکنید، جناب فریدون هویدا و هویدا نیازی نداره برای اینکه سالها بمانه در سریر قدرت. سوال این مطرح میشه، من اینو به راحتی میگم، برای من جای بسیار سوال زیادی است که چطور ممکنه که یک کسی که به جریانات روشنفکری تعلق داره و خودش از جمله روشنفکران ایران هست، نه من جای دیگه میخوام بگم میخوام برسم به اونجا که چطور تسلیم این نظم پدرسالانه میشه. همین این موضوعی است که بنده به شما در ابتدا عرض کردم که این سنت تمام سیستم ما زیر تاثیرش بوده و خیلی ها مثلا از من میپرسن چرا استعفا نداد وقتی شاه حزب رستاخیز درست کرد، برادرم مخالف بود. خیلی از اعضای کابینه و از رجال اون زمان تکنوکرات ها مخالف بودن. هیچ کسی کدومشون استعفا نداد. ولی سوال اینه که چرا استعفا ندادن اینا؟ خود بنده سفیر بودم، مخالف بودم. از اعضای سفارت هم بپرسید، جمعشون کردم برای که دستور اومده بود از تهران که باید همه امضا کنن، عضو حزب بشن و من به خود وزیر خارجه گفتم در اون زمان دکتر خلعتبری آمده بود یک سفری اینجا بهش گفتم آقا این کار اصلا خلاف اصول حقوق بشره، شما که نمیتونید بگید همه باید عضو یک حزب بشن، دستور از بالا بیاد، باید با مرام این حزب موافق باشن، خودشون انتخاب کنن. و من از اعضام بپرسید، بهشون گفتم تلگراف که اومد، گفتم اینو میگه، من میخوام به شما یک چیزی بگم، من هیچ فشاری رو شما نمیارم و اگرم نمیخواهید امضا کنید امضا نکنید، من گزارش نمیدم به خود اعضای سفارت. من به تهران نمایندگیتون در سازمان ملل. ولی چیزه اینی که میخوام بگم، این سنت بود و اینا تسلیم شده. اگر تسلیم نشده بودن در اون زمان، اشکالاتی پیش می آمد، شلوغ پلوغ میشد، منتها رفته بودیم جلو، ولی نمیشد. سنت در ایران واقعا یک چیزی شما خودتون میبینید. همین حالا این حکومت خمینی با خود خمینی مرد، وجود نداره. شما میبینید که اصلا کسی به حرف آقای خامنه‌ای توجه نمیکنه. چون دید رفراندوم در دانشگاه همدان، این به این علته که در واقع حکومت اسلامی با خمینی مرد، یا به علت نوع تفکر سیاسی است که پشت سر این حکومت تشیع به نوعی آنارشیسم نزدیک میشه؟ نه ببینید، تشیع یک ورسیونی است از پدرسالاری. پدرسالاری که وارد اسلام کردیم. درست میکنید؟ و اصلا خودتون میبینید که تو خود اسلام هم پدرسالاری هست دیگه. خدا چیزه، باید تسلیم شد به خدا. جز تسلیم راهی نیست. بله دیگه، باید همه تسلیم بشن و نماینده خدا محمده روی کره این چیزا میبینید، این پدرسالاری واقعا رخنه کرده در همه چیز. صحیح. و بهترین چیز مذهبی، جواب مذهبی این همون جواب عطار. عطار مذهبی بود، یعنی صوفی بود. و جواب اینه که نه، حکومت از مردم ناشی میشه، نه از آسمان.
اینه که ما باید چی کنیم و این سنت شکست. پدر سالاری با اومدن جمهوری اسلامی منظورتونه؟ نه، با خرابکاری‌های جمهوری اسلامی. با خرابکاری‌های جمهوری اسلامی. این دیگه یعنی پدر اعتبارش از دست داد. پدر خشنی که توانست برخلافش سر قدرت بمونه، خمینی خراب کردیم. پس خمینی بردش با شدت بیشتر. خمینی ظالمتر از تمام چیز. خمینی ضحاک بود. لازم می‌فرمایید؟ ضحاکی که نهایتاً ظهورش، من اینجور میفهم از فرمایش شما، به پیشبرد جریان دموکراسی، نه اینکه خودش بخواد، کمک کرد. چرا؟ برای اینکه در یک دنیایی هستیم که شما نمیتونید اتفاقات دنیا دیگه از مردم قایم بکنید. عجیبه جناب هویدا. من میشنوم از کسانی که منم 18 سال در ایران نبودم، اونچه که مسافران میان، اونچه که تحقیقات میگه، تجربیاتی که آدم پیدا میکنه در تماس‌های با مردم، میگه که دیگه تقریبا مردم به اونجا رسیدن که به هیچ کس نه باور دارن نه اعتماد دارن. معنیش اینه که مردم به اینجا رسیدن که خودشون باید کلاه خودشون رو مواظب باشن. اگر درست بریم به پیش، نتیجه ممکنه مثبت باشه. باید از این حالتی که بخوایم سلطنت رو دوباره بیاریم یا رفراندوم بکنیم، مردم چی میخوان؟ مردم از شما دارن میپرسن، از کسانی که فهمیدن و مطالعه کردن. مردم میخوان که براشون توضیح بدید. یک چیزایی رو احساس میکنن که پدر سالاری تو این دنیای امروز فایده ای نداره. یعنی به جای اینکه ما دائما روی فرم حکومت و شکل حکومت آینده تو سرکله همدیگه بزنیم، توی اون بنیادهای اصلا گیرای اصلی و تشخیص گیرای اصلی مردم باید کمک کنیم. چند وقت پیش یکی از این رادیوها با من مصاحبه کرد تلفنی و از من پرسید که چی میگه، برای که اخیراً اپوزیسیون ها شروع کردن که میخوان یک جبهه واحدی درست کنن. از من پرسید چی فکر میکنن؟ گفتم آقا ما میخوایم دموکراسی در ایران وارد کنیم. دموکراسی یعنی افکار متفاوت و ضد کنار هم داشته باشیم. همین. شما میخواید جبهه واحد درست کنید یعنی همه باید ساکت بشیم؟ این که خلافه اون چیزی که میاد. ما باید چیز کنیم، به جای جبهه واحد باید یک قراری با هم بذاریم با افکار مخالفمون که در جنگ با این باقی مونده خمینی می جنگیم ولی افکار خودمون از دست نمیدیم. یعنی به بار دیگه بنابراین اپوزیسیون ما هنوز عقبه. یعنی نوع پدر تازه‌ای رو میخواد تازه ببره به کشور. اینجایی که پس میگن خارج از کشوری ها اپوزیسیون عقب مونده از جریان داخلی، از این پدیده نوستالژیکن، رفتن رهبر میخوان بیارن، میرن رضا پهلوی رو میرن جبهه ملی صحبت هنوز دکتر مصدق رو میکنه. دکتر مصدق براش من احترام خیلی زیادی هم دارم ولی مال گذشته است، مال امروز نیست، مال فردا هم نیست، اصلا رفته، تمام شده، بخشی از تاریخه. خیلی هم بهش احترام باید گذاشت. و شاه هم همینطور، هیچ من مخالفتی باش ندارم، ولی اون چیزی که درباره محمد رضا شاه من شخصا گله دارم یکی اینه که نه فقط برادرمو، تمام همکارانش رو ول کرد رفت. اون کسی که یعنی با اون اباحت میگفت منمو، پدر بچه ها رو رها کرد و رفت. ولشون کرد و دادشون به ولی محاذا آدم کارهای مثبتی هم انجام داده، اینم نباید انکار بکنیم، ولی مدل آتیه نیست. اصلا من با داستان کیخسرو اینو میخوام بگم. داستان کیخسرو یکی از معنیاش اینه که سلطنت موروثی غلطه، باید مردم یکی رو انتخاب کنن.
بنابراین دیگه اون وقت فرمش اصلا فرق نمیکنه. حالا هر چی بذارید، اسمشو بذارید پادشاه، اسمشو بذارید رئیس جمهوری، اسمشو هر چی می‌خواهید بذارید، ولی باید انتخابش توسط مردم باشه. باید باشه. خب اتاق فرمان ما کدوم دوربین من اینه. بله. اگر محبت بفرمایید که آیا اصلا ما اگر فکسی داریم به من لطف بفرمایید، اگر فکسی نداریم نمیدونم از آقای هویدا بپرسم که مانعی نداره. من حالا ساعت چیه حالا؟ 12:36 دقیقه. قبل از یک و نیم بریم دیگه. بله بسیار. اگر که قبل از 2 یک کسی میاد دیدن ما در هتل میاد. اگر که اجازه فرمایید آقای هویدا میتونن که چند خط رو جواب بدن. اگر بینندگان عزیز سوالاتی رو از آقای هویدا دارند می توانند مستقیم این سوالات رو روی خط مطرح کنند. چشم خط رو به من بدید که من بتونم بگیرم. فقط خواهش میکنم که به اختصار صحبت بفرمایید و با یک فرهنگ و نزاکتی که در خور تلویزیون آپادانا است. آپادانا اینترنشنال بفرمایید. الو سلام عرض کردم. سلام قربان، حال شما چطور؟ تلویزیونتون رو کم کنید که صداتون رو بشنوید. بله چشم. بله چشم. بفرمایید خواهش میکنم. جناب فروزنده بفرمایید آقا. با احترام به شخص جناب عالی بله و همه کارکنان آپادانا، بله خصوصا آقای ذوالفقاری بله قربان و همکارانشون که با شما هستن، خانم مهدیزاده و امروز خیلی خوشحالم که آقای هویدا رو آوردید. بله. ما چهره آقای هویدا، امیر عباس هویدا رو در ایشون میبینیم. خیلی خوشحالیم. به این مرد وطن پرست آقای هویدا ظلم میشد که تاریخ به یاد نداره. آقای هویدا قربانی محمد رضا شاه شد. محمد رضا شاه برای اینکه خودش نجات بده هویدا را انداخت در مخمسه و همچنین کسان دیگر را. اون وقت ما دوباره میخوایم برگردیم به سلطنت و دوباره همون داستان ها. ما این همه کشته دادیم که تا سلطنت از مملکتمون خارج کردیم. سپاسگزارم بیننده عزیز. با توجه به محدودیت وقت حضور آقای هویدا نظرتون رو شنیدیم. اجازه فرمایید که من خط دیگری سوال دیگه دارم، فقط سریع. آقای هویدا خیلی بهتر از من وارد هستن. زمانی که ملی شدن صنعت نفت در کار بود، لایحه رو میخواستن از دولت از مجلس پس بگیرن به خاطر اینکه رأی نمی آورد و همین بعد رزمارا رو آوردن نخست وزیر کردن که بلکه بتونن به جور سربازی این نفت بگیرن، در حالی که این نفت اساس و اصل مملکت نجات. من دلم میخواد آقای هویدا اینو برای ما بشکافن که ما بدونیم که بزرگترین دشمن ملی شدن صنعت نفت شاه بود. دیگه عرضی ندارم، قربان محبت. مرمت شما زیاد. خداحافظ. بفرمایید. بله البته در اون زمان شاه موافق نبود، برای اینکه فکر میکرد با تمام طبقه حاکمه ایران جز خود مصدق، شاه فکر میکرد که ملی کردن صنعت نفت باعث خواهد شد که خارجی ها هجوم بیارن به مسائل داخلی ایران. صحیح. حالا نظرش غلط بود یا غلط نبود، این تاریخ ثابت کرد. بحث دیگری است. بحث دیگری است. اجازه فرمایید خط دیگری رو بگیرم. آپادانا اینترنشنال، برنامه فوق‌العاده آقای ستار دلدار. بفرمایید. من با شما هستم بیننده عزیز. الو من رو خط هستم؟ بله قربان، الان روی خط هستید و فکر میکنم که در قلب تهران. خارج از خط با آقای دلدار صحبت کنم. گوشی خدمتتون باشه، من شما رو میذارم روی هولد تا با شما صحبت کنم. بله. آپادانا اینترنشنال، بفرمایید. الو درود بر شما جناب آقای فروزنده. درود بر شما. بنده عرض درود و ارادت دارم خدمت جناب آقای هویدا. خیلی متشکرم. من
مهدی هستم، 29 سالم، از قبرس تماس میگم خدمتتون. خواهش میکنم. و میخواستم اولا که اگر امکان داره از جناب آقای هویدا سوال کنم آیا تلفنی دارن ایشون مستقیما یا ایمیلشون رو اعلام کنن، به هر صورتی که میشه باز در تماس باشیم با ایشون. من فکر میکنم ایمیلشون رو میتونن اعلام کنن. اما از شما که چنین برنامه رو ترتیب دیدید و سپس از اینکه تشکر کنم از جناب آقای هویدا، واقعا صحبتایی که ایشون امروز کردن من فکر میکنم مدت هاست کسی داخل این تلویزیون نکرده و واقعا به دل ما نشست. خیلی متشکرم. یه سوال خاصی که از خود ایشون داشتم میخواستم ببینم آیا پیرو حزب خاصی هستن یا نه، و اینکه در موقعیت کنونی چه نظری دارن در رابطه با اینکه مبارزه به چه صورت باشه توی این موقعیت حساس. سپاسگزارم از تلویزیون توجه فرمودید. و ایمیل رو هم میذاریم روی آنتن تا شما ببینید. بفرمایید. بله، نه من عضو هیچ حزبی نیستم و نمیخوام عضو حزبی باشم. خیال میکنم که تمام احزاب ایران باید به فعالیت بپردازن، ولی نظرشون به طرف آینده باشه. گذشته گذشت، تمام شد و رفت. ما باید آتیه ایران رو بنا بکنیم. یعنی از جریان کودتای 28 مرداد باید بیایم جلو. باید بیایم جلو دیگه. تموم شد، رفت و خوشبختانه برای ما مذهبیون ثابت کردن که در غلط هستن و به هیچ وجه توانایی این که حرفشون رو تحمیل بکنن نیستن و باید اونا هم برن کنار. ایزن فرمید خط دیگری بگیرم. آپادانا اینترنشنال، برنامه فوق‌العاده با حضور جناب آقای فریدون هویدا. بفرمایید. آقای فروزنده، من می‌خواستم یه سوال بکنم. بفرمایید آقا. عرض کنم خدمتتون شما که این همه از آقای هویدا تعریف می‌فرمایید. بله قربان. هویدا تنها کسی بود که فراماسیون رو توی ایران مد کرد. ایشون تنها کسی بود که فراماسونری رو در ایران مد کرد؟ بله. سندش چی قربان؟ ایشون فراماسیون رو آورد ایران. ایشون آورد ایران؟ بله، و بعدش هم بیشتر شب‌ها شب زنده‌داری میکرد با این خواننده. سپاسگزارم آقا از شرکتتون در برنامه. این برنامه جای این بحثا نیست. این بحثا به درد روزنامه‌های موجود جمهوری اسلامی در ایران میخوره. نظراتون در این باره برای اونا بفرستید، حتما چاپ میکن. یکی بعد اطلاعاتتون رو خواهش میکنم که قدری بیشتر بکنید. فراماسونری با آقای هویدا به ایران نیامده. کتاب وجود داره در این مورد، سند وجود داره. شما کارهای آقای اسماعیل رائین رو، حداقل کار اسماعیل رائین رو بخونید. بعد اگر به این نتیجه رسید که فراماسونری در ایران با هویدا آمده، بنده مقابل همین دوربین از شما پوزش میخوام. یعنی چه قدری مطالعه بکنید، بعد اظهار نظر بکنید. درسته در زمان آقای هویدا فراماسون ها در ایران فعال بودند، ولی معنیش این نیست که در اون دوران آمدن و فعال بودند. قبلش هم بودند و امروز هم در ام القرای اسلام بسیار فعالند و فعالتر از دوران هویدا. نسیم ببخشید من با عنوان برنامه اشتباه میکنم. برنامه فوق‌العاده آپادانا اینترنشنال با حضور آقای فریدون هویدا. بفرمایید. سلام عرض میکنم. آقای هویدا، بسیار از این که شما رو میبینم خوشحالم. خیلی متشکرم. بسیار خوشحالم که شما رو میبینم. واقعا بعد از مدت ها این چهره واقعا روشن فکر رو برای من که بسیار خاطرات زیبایی رو شما زنده کردین. جناب هویدا، من در سالهای مختلف در ژاپن و در کشورهای اروپایی زندگی کردم و در کشورهایی که مخصوصا در ژاپن که این سنت پدرسالار رو داشتن و بعد به جای با یک فرمول پدرسالاری رو میشه از بین برد به این سادگی که فرمودید، اینو یک کمی تجزیه تحلیل بفرمایید که در ژاپن چطور هست که این مردم این رو با هم تلفیق دادن و این دو سنت رو و این همه موفق هستن و در حتی اونجا یک موومانتی هست که میگن که
یک مقداری هم حتی لطمه میخورن اگر که این سنت رو رعایت نکنن و این سیستمی که الان دارن رو برای کشورشون بسیار مناسب میدونن. مثل ماها که برای کشور خودمون این سنت رو تنها راه میبینیم و یا کشورهای اروپایی که اونها هم این تلفیق رو به وجود آوردن و اجازه نمیدن که صرفاً به خاطر یک تغییر تحولات سریعی که هر چند سال یه دفعه اتفاق میفته میهنشون دچار این مصائب بشه. خیلی متشکر میشم که اگر بر من با روشن بفرمایید. سپاسگزارم. از تلویزیون توجه فرمایید. بله، در ژاپن پدرسالاری همیشه وجود داشت و در نتیجه جنگ بین الملل دوم کاملا از بین رفت. اون جنبه خدایی که امپراتور داشت ازش گرفته شد و ملاحظه فرمودید که ژاپن از بین نرفت. این سنت رو محو کردن و ژاپنی ها امروز با اینکه احترام دارن برای امپراتور معهازا و مقداری از پدرسالاری رو توی جامعه خودشون در فامیلا در اینا نگه داشتن، ولی کاملا خودشون رو تطبیق دادن با دنیای امروز و خیلی هم راحتن و خیلی هم پیشرفت میکنن. یعنی توانستن کنار بیان و ما میتونیم. ما باید دو سه مطلب رو کنار بذاریم. یکی مرجع تقلید. مرجع تقلید معنی نداره. بنده خیلی قبل از این آقایی که در تهران حبس کردن، آقا جاری، بنده هاشم آقا جاری، بله 30 سال پیش هنوز حکومت ایران وجود داشت، حکومت پادشاهی. من گفتم که مگر میمون هستیم که تقلید بکنیم؟ مرجع تقلید یک نوع پدرسالاری است که تو مذهب درست کردن. پدرسالاری مطلقه است. مطلق که در اصلا هیچ جور نمیشه باش کنار اومد. اینم باید از بین بره و این حکومت خوشبختانه آبروی خودش رو برده با اینکه یک اینفلیشن تورم آیت اللهی ساخته. حالا همه آیت الله. و اذن فرمایید من با توجه به وقت کم، آبادان اینترنشنال با آقای فریدون هویدا هستیم. بفرمایید. آقای هویدا، با عرض ارادت خدمتتون یه سوال داشتم در مورد این آقایونی که میفرمان فراماسونری هستن. من اون چی که راجع به فراماسونرها شنیدم و اشخاصی را که میشناسم که فراماسونر هستن در تمام دنیا، در انگلیس، در امریکا، در فرانسه، در تمام کشورهای اروپایی فراماسونر هست. اونهایی هم که در ایران من به نام فراماسونر میشناختم و یقین داشتم و از تعصب دور بود، آدمای بسیار متفکر، دانشمند، وطنپرست، اینجوری من دیدمشون. من نمیدونم که این چه جویست در ایران درست شده که میگن همه فراماسونرهای دنیا جاسوسای حکومت انگلستان هستن. به طور واضح و روشن به من بفرمایید که آیا فراماسونرها جاسوسی میکنن واسه انگلیس فقط؟ خیلی متشکرم. فراماسونرهایی که در ایران هستن فراماسونرهایی هستن که جاسوس انگلیس هستن بر ضد ملت ایران. این موضوع رو خواهش میکنم که بدون غرض و بدون سابقه قبلی، ما با سیاست انگلیس در ایران زیاد موافق نیستیم و ظلم هایی که اونا به ایران کردن. بیننده عزیز، با توجه به محدودیت مخالفیم و قربون با توجه به محدوده وقت سوالتون رو گرفتن. خواهش میکنم بفرمایید. درباره احزاب کمونیست و کمونیست ها میگفتن تمام کمونیست ها جاسوس شوروی هستند. ملاحظه می‌کنید که نبودن. ممکنه یک چند تاشون جاسوسی میکردن، ولی اغلب کمونیستا جاسوس شوروی نبودن. آدمای فهمیده‌ای بودن که در اشتباه خودشون خیال میکردن که از اون راه میتونن تجدد و وارد ایران بکنن. اما درباره فراماسونری همونطوری که خودتون گفتید،
فراماسونری در تمام دنیا وجود داره و همینجا در امریکا بعضی از بهترین و پیشرفته ترین سیاستمداراشون فراماسونری یک نوع حزب مثل احزاب دیگه، یک نوع تفکر مثل افکار دیگه و اگر کسی خوشش نمیاد از فراماسونری باید با فراماسونری از راه تفکر و نوشتن و اندیشه مبارزه بکنه و مثل احزاب دیگه. مذهبم که بگیرید مثلا مسلمونا میگن که یکی هن و همه با همن، مسیحی هم همینو میگن و فعالیت هم میکنن. پس بیاییم جلوی همه رو بگیریم به عنوان اینکه ممکنه جاسوسی بکنن. اینا حرفه و اینا مغلطه است که کسانی که در حکومت هستن برای نگه داشتن منافع خودشون توجه مردم رو میخوان به طرف این خرافات و این مزخرفات بپردازن. این جواب من است. آبادان اینترنشنال، برنامه فوق‌العاده با حضور آقای فریدون هویدا. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. جناب فریدون هویدا، منحتن. شما رو خیلی میس میکنید. از وقتی شما رفتین من فرهاد پورشریفی هستم. درود بر شما. خیلی خوشحال شدم که روی شما رو میبینم. من دو سوال داشتم و خیلی سریع ازتون میکنم. شما با استعدادی که داشتین در دهه 70، من دقیقا نمیدونم سمت چیرمنی داشتید ولی اد هاک کمیتی در به اصطلاح World Disarmament کنفرانس که شما در صدرش بودین، در اون زمان سوال من مربوط میشه به سلاحایی که ایران داشت خریداری میکرد، مخصوصا هواپیمای F-18 که شاهنشاه دستور داده بودن و هنوز حتی خود آمریکا هم نگرفته بود، قرار بود ایران بگیره. نظر شما در مورد همچین چیزی چی بود که چطوری همچین هواپیمایی رو قرار بود ایران بگیره با وجود اینکه خود آمریکا هنوز نگرفته بود؟ یکی از هواپیمایی هست که بله میدونم بلافاصله گرفتن. یکی دیگه هم در مورد اگه به عنوان نظری که شما می‌خواید، من خیلی می‌خوام در مورد این بدونم تصمیمی که جای جورج بوش گرفتن و در مورد عراق رفتن و چیزی رو پیدا نکردن تا کنون به جای خود بمانند، ولی الان در مخصوصا چند روز اخیر وقتی که ما می‌بینیم از گروه‌های چون مجاهدین خلق بر ایران دو مرتبه برچسب می‌زنن که به اصطلاح در جمع‌های اتمی ایران داره فعالیت میکنه، شما نظرتون چیه؟ چه تحقیقاتی شما دارید؟ و خیلی مایلم که بدونم. از پای تلفن گوش میکنم. خوشحال شدم. متشکرم. بله، در اون زمانی که بنده ریاست اون کمیته داشتم، ایران میخواست اسلحه های پیشرفته رو بخره. تمام کشورهای دنیای سوم در این جهت کار میکنن. شما مسئله عراق پیش آوردید. عراقی‌ها میخواستن پیشرفته ترین اسلحه در دست داشته باشن. این طرز تفکر اشتباهانه تمام زمامداران دنیای سومه که خیال میکنن با خریدن تکنولوژی های پیشرفته میتونن حکومت خودشون رو تأمین بکنن و جاهای دیگه هم بگیرن و سوار بشن. که موضوع ایران، موضوع عراق، موضوع جاهای دیگه نشان میده که فایده نداره. اگر مغزتون عوض نشده باشه و تطبیق نکنه با دنیای با علم و تکنولوژی دنیا، هر قدری از این اسلحه ها بخرید هیچ کاری ازتون ساخته نیست. این اساس چیزه. و اما درباره قسمت دوم سوال جناب عالی باید بگم که خریدن وسایل اتمی به عنوان اینکه برای تولید برق، این دروغه از طرف این حکومت ها. همیشه در پشت فکرشون اینه که اسلحه اتمی درست کنن و خیال میکنن که اگر اسلحه اتمی درست کنن میتونن با قدرت‌های بزرگ درگیر بشن. بنابراین این شما اظهارات جمهوری اسلامی رو در موردی که برای استفاده صلح‌آمیزه رد میکنید؟ بله کاملا.
برنامه فوق‌العاده آبادان اینترنشنال، برنامه آقای ستار دلدار، با آقای فریدون هویدا هستیم. بفرمایید. روزتون بخیر. من یه سوال داشتم از آقای هویدا. بفرمایید. چون متوجه شدم که ایشون امروز در دانشگاه استنفورد به همراه آقای میلانی و چند نفر دیگه قرار صحبت کنن. بله خب. این صحیحه؟ درسته کاملا. میخواستم بدونم که اولا تعریف ایشون از تجدد چی هستش؟ چون شنیدم راجع به سنت و پدرسالاری اینا صحبت میکردن. بله. یه تعریف کانکریت مشخص اگر از تجدد و مدرنیته به ما بدن خیلی ممنون میشم. و سوال دوم اینی که اساساً این صحبتایی که الان ایشون دیگه اشاره کردن که 30 سال پیش ایشون مسئله تقلید و به اصطلاح مرجع تقلید رو بردن زیر سوال. خب این خیلی جالبه که امروز آدم ادعاهای متفاوتی بکنه. منتها همطور که میدونیم و بنا به اسنادی هم که اومده و مشخص هستش، برادر ایشون در زمان حکومتش و اساساً رژیم پادشاهی یکی از به اصطلاح باجدهی‌هاشون به مراجع تقلید و نهاد مرتجع روحانیت در ایران همینی بوده که به اصطلاح با اینا کنار می اومدن و منبع به اصطلاح مالی گسترده رو برای اینا فراهم کرده بودن. امروز چطوری ما میتونیم این مطلب رو مطرح بکنیم؟ ایشون اگر اون صحبت رو 30 سال پیش کردن، در کجا میشه این صحبت رو پیدا کرد؟ میتونی منظورم چیه؟ منظورم این است که امروزه همه بنا به اوضاعی که در ایران حاکم هست ادعاهایی میکنن. پس تو سوالتون مشخص شد. بنده جواب نمیدم. خواهش میکنم که توجه بفرمایید از تلویزیون. خواهش میکنم. یک سوال اولشون تعریف تجدد و مدرنیته بود. تعریف تجدد وقت زیاد میگیره و خوبه ایشون گوش کنن که بحثی که خواهد شد امروز امشب در دانشگاه استنفورد تشریف بیارن و توجه کنن. سال دومم که شما جواب براش نمیدید. برنامه فوق‌العاده آبادان اینترنشنال با حضور جناب هویدا، بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز. سلام علیکم. سلام قربان. خسته نباشید. متشکرم. من میخواستم از آقای هویدا بپرسم که ایشون عضویت فرقه زاله را فرقه چی؟ فرقه زاله. چیه فرقه؟ بهائیت. عضویت هیچ آبادان اینترنشنال نسیم ببخشید برنامه فوق‌العاده با حضور آقای فریدون هویدا، بفرمایید. جناب فوزنده سلام دارم خدمتتون. خدمت جناب هویدا سلام دارم. سلام قربان. ان شاءالله که صحیح و سالم باشند. من فقط این سوال داشتم که از اون خواهش میکنم که جواب بدید که ببینید که در نظام ایران خب یک بخشش پدرسالاری از طریق مذهب القا میشد و تحمیل میشد و بخش دیگرش هم به قول شما از طریق حکومت و یا قدرتمندانی که در رأس قدرت بودن از جمله شاه. ولی نهایتاً در برخورد این دو بخش ما میدونیم که مذهب برنده شد و رنگ پدرسالاری شاه تا مقدار زیادی بیرنگ موند. یعنی موقعی که ما میگیم که نظام پیشین پدرسالارانه بود و این وضع بود که باعث شکست مملکت شد، من فکر میکنم که مطلق به این مسئله برخورد میکنیم و نقش مذهب رو کم رنگ میکنیم، کما اینکه ملت ایران اکثرا طرفداری از پدرسالاری مذهبی کردن و رفتن. و دوم اینکه کلمه جمهوریت به تنهایی جناب هویدا نمیتونه که واقعا منشأ خدماتی باشه و یا خالی از پدرسالاری باشه، کما اینکه ما الان جمهوری‌هایی داریم در کره شمالی که به اصطلاح سوسیالیست هستن ولی ایشون هم پدرش پدرسالاری میکرده و هم خودشون و همچنین کشورهای عربی مثل سوریه و مصر و کشورهای جهان سوم دیگر. و سوال آخرم اینه که این زیربنای اقتصادی ضعیف نمیتونه تا اندازه نقش داشته باشه در نقش پدرسالارانه. خیلی ممنونم. مرسی. مثل اینکه خود ایشون جواب خودشون رو دادن، برای اینکه پدرسالاری یک چیز کلی است در تمام جامعه، چه در میون مذهبیون چه در میون غیر مذهبیون. پدرسالاری همیشه وجود داشته و در مخصوصا جامعه های دنیای سوم پدرسالاری
یک طرز حکومتی است و یک طرز بنای اجتماعی است. بنابراین این پدرسالاری اون چیزی که بنده عرض میکنم اینه که این پدرسالاری با تغییراتی که در دنیا پیش اومده تطبیق نمیکنه و یکی از موانع اینه که ما ملحق بشیم به پیشرفت‌های جهانی و به هر حال یک مطالب مفصلی است که مشکل در یه وقت کوتاه بله. بینندگان عزیزی که مایلند که امشب در جلسه دانشگاه استنفورد شرکت بکنند به اطلاعشون میرسونم که ساعت 6:30 بعد از ظهر در ساختمان شماره 420 اتاق 44 دانشگاه استنفورد یک میز گردی است، یک پنلی برگزار می شود با حضور آقای فریدون هویدا، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر بهنام تبریزی، آقای تریتا پارسی به همت خانم لیلی صرافان از دانشیان ارزنده ایرانی که در دانشگاه استنفورد خیلی همین در این ماه‌های اخیر فارغ التحصیل خواهند شد. امیدوارم ایشون داشته باشیم، میتونن در اون جلسه شرکت کنن و به هر حال در اونجا هم بحث بکنن. اتاق بسیار. بینندگان عزیز، با توجه به اینکه آقای هویدا باید ساعت 2 بعد از ظهر در هتل محل اقامتشون ملاقاتی داشته باشند و آماده بشن برای برنامه امشب، علیرغم اینکه بینندگان عزیز روی خط هستند من قادر نیستم خط تازه‌ای رو بگیرم. از همه شما خداحافظی میکنم. آقای هویدا سپاسگزارم که در این فرصت کم محبت کردید، تشریف آوردید و در خدمتتون بودیم و از فرمایشاتون استفاده کردیم. خیلی خوشوقتم و امیدوارم که همیشه موفق باشید. سپاسگزارم از حضورتون. یک بار دیگه تشکر میکنم از ستار دلدار مدیر تلویزیون آپادانا اینترنشنال که به حرمت حضور آقای فریدون هویدا و محبتی که کردن و برای حضورشون در برنامه امروز این وقت رو در اختیار من قرار دادن. روز همه شما عزیزان وقت